سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم و با سرخط خبرهای امروز جمعه 3 اوگوست برنامه مثل هر وقت در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب مستقیم نشر می شود و هم در صفحه رادیو آزادی در اینترنت که نشانیش رو می دونید azadi.org. و در برنامه امروز درباره یک مسئله داغی در تاجیکستان صحبت میکنیم که در تابستان باز هم داغتر شده است و این مسئله نارسایی آب است که در روزهای گرمی طاقت فرسای تابستان باز هم وضع مردم را بدتر کرده است و بعضی از خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی گفتن نمیدونن چی کار کنند چون آب به زودی تمام می شود و منبع آب هم ندارند که از آنجا بگیرند. هرچند تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی سرچشمه آب در تمام آسیای مرکزی هست و جزئیات گزارش را به شما در این جا نمیگویم تا چند ساعت دیگر منتظر باشید. حتما این گزارش خوب تقدیم شما خواهد شد و درباره مناقشه خاورمیانه صحبت میکنیم که چگونه نقش روسیه در مناقشه این منطقه بیشتر می شود. روسیه حالا نظارت در منطقه جولان را شروع کرد و میگوید که این کارش را ادامه خواهد داد. گزارش مفصلی در این باره داریم، همراه میبینیم و برمیگردیم به تاجیکستان و درباره فاجعه یک خانواده صحبت میکنیم که در کولاب چند پیش فرزند را از دست دادند و در یک حادثه دیگر یک باره 3 فرزندی نابالغ آنها تلف یافتند و اگر فرصت رسید حتما یک گزارش داریم درباره نشست خبری کمیته زنان در تاجیکستان که بسیاری از خبرنگاران این نشست را تنقید کردند و گفتند که رئیس کمیته فقط با خواندن معروضه طولانی به کارش خاتمه داد و سوالهای خبرنگاران را نادیده گرفت و بسیاری از رسانه‌های تاجیکستان هم این نشست خبری را تنقید کردند. هرچند به گفته آنها نشست خبری باید یک جای سوال و جواب باشد، نه اینکه یک نفر بیاید و روی کاغذ یک ساعت نگاه کند و بخواند. خب اخبار جالبی دیگر نیز داریم که فرصت رسید حتما در برنامه جا میکنیم، تقدیم شما میکنیم. برنامه ساعتی 1 به وقت پراگ شروع می شود و در دوشنبه ساعتی 4 و اگر شما در مسکو هستید، البته منظور مهاجران است و یا آنهایی که آنجا اقامت میکنند، ساعتی 2 منتظر برنامه ما باشید در آزادی ویدیو در یوتیوب و همین گونه در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک که نشانیش رو تکرار میکنم azadi.org. برنامه را بعد از آن که ثبت شد و باز با صفت بلندتر همین گونه در یوتیوب میگذاریم. آنجا نیز میتوانید اگر مستقیم تماشا نکردید ثبت آن را ببینید. در گروه رادیو آزادی در ادنکلاسنیک هم گذاشته می شود. خب تا کمتر از 3 ساعت دیگر به ما بپیوندید، برنامه را از دست ندهید.